am mother, I am tired, I am grateful that they're mine. I'm forgiving, I am loving, I am learning all the time. I am powerful, I'm protective, I am everything they need. I will teach them, I will love them. این صدای فرداده که نخود فرنگی خونه صداش میکنند. فرداد 1 سال و 9 ماه داره و با اومدنش حوریه رو به مامان بهتری تبدیل کرده. مامان هولی، مامان نانا، بیا با هم دیگه بازی کنیم. این صدای فرباده. فرباد 8 سالشه و فکر میکنه مامان به شدت مهربون و پر انرژی داره. فرباد جونیم، ماما نانا، ما هولیم، فرداد، نخود فرنگی. این صدای حوریه است. مامانی که فکر میکنه به شدت معمولیه. اما از من بشنوید، حوریه اصلاً مامان معمولی نیست. من هم هلن هستم، میزبان شما در پادکست مامانز. تو این قسمت حوریه قرار قصه 2 بار مامان بودنش رو بدون سانسور برامون تعریف کنه. حوریه، میخوام یه تصویر رو برات توصیف کنم. من و تو توی استودیو یه برنامه با هم ضبط کردیم. داشتی یه سری توصیه‌های خیلی خیلی هیجان انگیز در مورد تغذیه و خوراکی به عنوان کارشناس برنامه توضیح میدادی. حضوری بود. از استودیو اومدیم بیرون، سوار ماشین شدیم، با هم دیگه رفتیم. بارونم بود؟ آره فکر کنم. رفتیم فروشگاه شهروند آرژانتین با محمد صادق علیخانی. شروع کرد محمد صادق به خرید کردن، انتخاب کردن. تو به عنوان کارشناس برنامه‌مون داشتی میگفتی که کی خوبه و کی بده و چی رو نگاه کنیم و چی رو بخریم و چی رو نخریم و از اون روز 9 سال گذشته. دقیقاً. و من تو رو توی 9 سال ندیده بودم. یعنی فکر کنم اولین دیدارمونه و اون آخرین دیدارمون بود. درسته؟ و آخرین دیدارمون هم پر از خاطره مشترک دیگه، پر از اتفاق مشترک که هر دوتامون به هم نگفته بودیم. یادته؟ تو ماشین بودیم و دوتایی گفتیم داره چه اتفاقی میافته. نه این یادم نیست. چرا؟ من بهت گفتم که یه نینی تو راهه، تو گفتی منم همینطور. واقعا؟ آره اونجا بود که فهمیدیم هر دوتامون یه پسر داریم. پس اینجوری شد. و واقعا دنیای مادری انگار یه چکش بعدش میزنن تو مغزت، دنیا اصلا یه دنیای دیگه میشه، نه ناخواسته، کاملا خودخواسته. شاید کیفیت خیلی چیزا کم بشه و یه سری ویژگی‌های تو کاملا زیاد بشه، ولی کاملا خودخواسته است. شاید از خیلی بدیاش بگی ولی خودت آگاهانه میخوای که یه سری چیزا رو رها کنی بدون اینکه حتی ذره‌ای بابتش ناراحت بشی و تمام انرژی تو بذاری برای اون کسی که داره جدید میاد توی زندگیت. و به نظرم حالا باز تو دوران بارداری کمتر، وقتی به دنیا میاد دیگه کاملا از همون شب اول چکشه میخوره، همه چی عوض میشه. برای منم اینجوری بود. بعد ولی با پیشبینی و تصوراتم خیلی متفاوت بود. یعنی فکر میکردم که خیلی زودتر از نظر زمانی، مثلا 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، فکر میکردم که بتونم وارد زندگی حرفه‌ای بشم، وارد جامعه بشم، زندگی غیر از زندگی تو خونه و مادری کردن. ولی خیلی این اتفاق دیر برای من افتاد و واقعا اذیتم کرد. بعد خیلی سخت بود که بتونم این رو بپذیرم. اصلا خیلی سخت بود که بتونم بیانش کنم. بگم که خب من درسته مامان هامونم و چقدر هامون رو دوست دارم. فکر میکردم این حرف بدیه اگه بگم دلم میخواد بیرون از خونه کار کنم، دلم میخواد که یه تایمایی تو خونه نباشم. یک عذاب وجدان درونی داشتم که فکر میکردم که من نباید اینو بگم، نکنه من مامان بدی باشم اگه بخوام این حرفو بزنم. که زمان گذشت و رسیدم به اینجا که بتونم اینا رو بگم.
میدونم قشنگ چی میگی، ولی من به لحاظ مسئولیت هایی که انجام میدادم، به لحاظ اینکه اصلا آدم شریکی نبودم، کاملا یه آدم خودبین بودم که تو همه کارام فقط خودم رو میدیدم. ولی از شبی که فرباد به دنیا اومد هیچ چیزی تو دنیا برای من ارزش نداشت جز فرباد. ولی از لحاظ کاریم همیشه همینی که شما میگی، فکر میکردم من بازم میتونم مثل قبل باشم. از 9 ماهگی فرباد برگشتم سر کارم، سعی میکردم به سرعت قبلم بدوم، به سرعت قبلم منظورم تو کارمه، کارامو انجام بدم، ولی عین این کارتونا که یه دونه وزنه سیاه به پای طرف میبندن نمیتونه بدوه، قشنگ حس میکردم که این وزنه رو به پای من بستن و من با 1/10 سرعت قبلی میتونم همه کارامو بکنم. در حدی که مثلا شب بیداریاش گاهی اوقات میشد صبح که میخواستم برم سر کار وسط راه خوابم میبرد. یه بار داشتم مثلا میرفتم، یعنی منحرف شدم تو جاده و بعد از یه مدت دیگه ناچارن استفاده دادم بعد 6-7 ماه. اون دوره خیلی سخت بود استفاده دادن برام، چون تمام تلاش یه عمرمو گذاشتم بوسیدم گذاشتم کنار. ولی به لحاظای دیگه خیلی چیزای دیگه‌مو خیلی راحت رها کردم. یعنی کاملا من آدمی بودم که 1 ساعت خوابم اینور اونور میشد، حالت هوا میشدم، سردرد میشدم، بد اخلاق میشدم. ولی 21 ماه به خاطر فرباد حتی 1 ساعت نخوابیدم. یعنی 1 ساعت رو میخوابیدم و سر 1 ساعت بیدارم میکرد چون دائما شیر میخورد. 21 ماه این مدلی بود، بعدش مدلش عوض شد، مثلا حداقل 2 ساعت وسطش ول میکرد. ولی توی تمام این مدت بیخوابی داشتم ولی با عشق این کارو میکردم، دلم میخواست بازم باشه. حتی فرداد آوردم که این حس رو دوباره تجربه کنم، اینقدر لذت میبردم از این بودن با فرباد. ولی از لحاظ کاری نه، اصلا واقعا میشه گفت یه افت شدید بود برام. یعنی تو صبورتر شدی؟ اینم بگم که میتونیم اسم بچه ها رو بگیم چون خود اشاره کردی. میگم 2 پسر خوشگل ماه شگفت‌انگیز، فرباد و فرداد. فرباد که میدونم چون دقیقا هم سن هامونه، الان 8 سالشه. فرداد چند سالشه؟ 1 سال و 9 ماه. هنوز 2 سالش نشده. بله. پس تو صبورتر شدی. خیلی. دیگه چی تر شدی؟ خیلی. میتونم بگم که کاملا یه مادر شدم. من خیلی، حتی آدمایی که منو میشناسن همیشه شاید حالا بد باشه، خیلی هاشون به من میگن تو خیلی خودخواه بودی. ولی الان دیگه اون حالت تو من خودم این حس رو نداشتم. ولی شاید برای اینکه همیشه حس رقابت داشتم، همیشه دوست داشتم اول باشم، از همه بهتر باشم، چه تو کارم، تو همه چیم. ولی بعد از اون الان واقعا اولویت زندگی من بچه‌هامن، اینکه اونا مثلا خوشحال باشن. حتی از خیلی چیزام حاضرم بگذرم که اونا مثلا 1 ساعت، حتی یه دور همی خوب داشته باشیم، بهشون خوش بگذره. و در کل حالا نمیخوام خیلی رویایی صحبت بکنم، ولی به نظرم بچه دار شدن یه خوشبختی بدبختیه. یعنی هم خیلی بده هم خیلی خوبه. نمیتونم به کسی بگم داشته باشش، نمیتونم بگم نداشته باشش. انقدر خوب بود، انقدر مخصوصا 2 سال اول که فرباد شیر میخورد انقدر حس خوبی برای من بود که به محض اینکه فرباد از شیر گرفتم من اصرار داشتم که یه بچه دیگه بیارم، فقط برای اینکه اون حسا رو دوباره تجربه بکنم. و خب نمیدونم چرا کاملا یه تجربه متفاوت بود. فرداد از 3 ماهگی هر کاری کردم اصلا شیر نمیخواست، اصلا از اولش هم میگفت تو به من نچسب. فرباد کاملا به من میچسبید، ولی فرداد یه بچه‌ای بود که اصلا دوست نداشت بچسبه، مستقل بود، شیر نمیخواست بخوره. و چیز قشنگی که همیشه دکترش به من میگفت این یه رقص 2 نفر است، این نمیخواد برقصه، این به لحاظای دیگه با تو ارتباط برقرار میکنه. و واقعا الان همینه، من با 2 آدم کاملا متفاوت تو خونه در ارتباطم. و شاید خیلی از اون حسای مثبتی که زمان فرباد داشتم، با وجود اینکه خیلی مادریه برام سخت بود چون با دنیای قبلش خیلی فرق داشت، الان شاید اون حسای مثبت رو نداشته باشم چون خیلی برام سخت‌تر شده. ولی مادری کردنم الان خیلی بهتر از قبله. یعنی وقتی فرداد به دنیا اومد انگار برای من هیچی سخت نبود، انقدر روتین همه کارامو کردم. مثلا از بیمارستان اومدم خودم رفتم حموم، اومدم کارامو کردم، از مهمونام پذیرایی کردم، انگار نه انگار یه بچه دیگه اومده. ولی فرباد که به دنیا اومد اصلا انگار دنیا خراب شد رو سرم. مثلا اگه مامانم با من نمیومد حموم، همیشه میگم من تو اون حموم میمردم، اینقدر که حالم بد بود، اینقدر برام
عجیب و غریب بود این اتفاقی که افتاده و اینقدر احساس میکردم که من تنهام برای اینکه این بار مسئولیت رو ببرم جلو. ولی الان اگه هیچکی هم بهم کمک نکنه، با اینکه خیلی روم فشاره، احساس میکنم که میتونم این کار رو انجام بدم. به لحاظ مادری کردنه، وقتی دومی رو میاری تو مادر بهتری هستی، از پس کارات برمیای، اون ناتوانی که سر اولی حس میکنی و نداری. ولی چون اصلا تایم نداری، مثلا دکتر فرباد همیشه میگفت مادر 2 تا بچه 3 تا بچه انگار یه برنامه داره که از یکیش عقب بمونه یهو تا یه هفته به هیچ کاریش نمیرسه. عین دومینو همش چپه میشه. دقیقاً همینه. و این خب منو که یه آدم کنترلگرم خیلی عصبی میکنه، خیلی خشمگین میکنه. از این لحاظا الان خیلی بده، من توی باطلاق بدی گیر کردم از این لحاظ. داشتم فکر میکردم که پس همه اون توصیه هایی که وعده هایی که در مورد بچه دوم و تجربه متفاوت میدن احتمالاً درسته. پس بله. از چه لحاظ؟ البته از لحاظ اینکه این جمله‌ای که بچه اول معمولاً شهید اوله، دقیقاً، و خیلی فشار رو مادره، خیلی دقیقاً. فشار رو بچه است، بعد بچه دوم خب قطعاً این فشار خیلی کمتر میشه. ببین تو همون آدم کنترلگر اولیا، حالا بعضیا شاید کنترلگر نباشن، من خیلی مامان کنترلگریم، من همون آدمم، ولی سر فرداد اصلا نمیرسم که بخوام چیزی رو کنترل کنم، کاملا همه چی از کنترل من خارجه. و من شاید عصبانی بشم، خشمگین بشم از این اتفاقی که داره میفته، ولی واقعا نمیتونم هیچ کاری بکنم. یعنی منی که مثلا فربادو شاید یا از دماغش میومد بلا فاصله دکتر بودم، الان شاید 3 روز میگذره و فرداد مثلا یه چیزی شده، من اصلا نمیرسم برم دکتر، میگم خب حالا اینو بهش میدم خوب میشه، و واقعا هم خوب میشه. یعنی دومی کاملا سازگار میشه با این شرایط خونه. ولی اگه فربادو نمیبردم قطعا یه چیزی میشد، کار به بیمارستان میکشید. برای همین میگم که مثلا خیلی شرایط راحت تره برات سر دومی، اونقدری که اولی هر کاری میکنی خیلی سخته، اینجوری نیستش. اینو خیلی میفهمم. آره. این رو کاملا میفهمم. اینکه میگی که تو کنترلگری و همه چی رو کنترل میکنی کاملا میفهمم، چون خود منم این شکلیم. همه چیز باید طبق اون استانداردی که توی ذهن من برنامه ریزی شده جلو بره، همه اون تیک ها باید خورده بشه، همه اون جزئیات باید مد نظرم باشه. فکر میکنی که فرباد تو رو چه شکلی میبینه به عنوان پسر تو؟ شاید تو رو چه جور مامانی میبینه؟ شاید قبل تا 2 سال پیش، یعنی تا قبل به دنیا آمدن فرداد اگه بخوام بگم، منو به شدت مامان مهربونی میدید. ولی این 2 سال عزیزم بذار من دستمال بیارم، چون کاملا اتفاق طبیعیه. ببخشید. این از حجم اون عشق و علاقه مادریه که اسم بچه ها میاد این حالت میشید، چون من هم همین سندروم رو دارم. یعنی اسم بچه که میاد، اسم اصلا کلمه هامون رو که میشنوم دقیقا همین شکلی میشه. میفهمم. ببین من آدمی بودم که همیشه توی فامیل به اسم یه آدم خونسرد معروف بودم. یعنی همه میگفتن این انقدر خونسرده که بابا اصلا از هیچی عصبانی نمیشه، از هیچی ناراحت نمیشه. حتی شاید تک و توک بچه هایی که با همون در ارتباط بودن همیشه به مامانشون شاکی میشدن که ببین مثلا مامان فرباد این بابت این قضیه باش دعوا نمیکنه، بهش ایراد نمیگیره، ولی تو همش مثلا به ما ایراد میگیری. ولی الان اینطوری نیستم. الان چون میگم همه چی از کنترلم خارجه، شاید الان تصور بچم این باشه که خب تو خیلی زود عصبانی میشی. و الان توی دوره سیاه از زندگیم هم که خودم واقعا با این قضیه تو چالشم که چی کار کنم که این عصبانیتم رو کنترل کنم. چون 2 تا بچه کاملا با نیازهای متفاوتن، با اخلاقای متفاوتن، چه به لحاظ سنیشون چه به لحاظ شخصیتیشون، و من نمیتونم این 2 تا رو هنوز با هم مچشون کنم. مخصوصا که خب حالا فرباد کلاس اول دوم، مشق داره، کار داره، اون یکی میخواد بازی کنه، پاره کنه، پرت کنه. یه موقعیت رو برامون توصیف میکنی؟ ببین مثلا فرباد میاد خونه، من اولا میگفتم خب ماما مشق داری، واسه اینکه فرداد نیاد سراغ کتابات، تو برو تو اتاق در قفل کن، مشقاتو بنویس، بعد بیا بیرون. حالا فرداد بیرون داره گریه میکنه که چرا در قفل کرده، رفته تو اتاق. من حالا میگم حواسشو پرت میکنم که بیاد اینور. تا حواسشو پرت میکنم فرباد در میزنه، مامان دستشویی دارم، گشنمه،
آب میخوام، نون میخوام، یعنی هر کاری میکنم 5 دقیقه مداوم تو اتاق نمیمونه. بابت هر یه دوری که از اتاق میاد بیرون کوچیکه گریه میکنه که اون باید مداداشو بده به من، کتاباشو خط خطی کنم، پاره کنم. یعنی این که من دوتای اینا رو بخوام آروم کنار هم نگه دارم بخوان بنویسن خیلی کار سختیه. و بعد مثلا الان به این نتیجه رسیدیم خب فرباد بیا بیرون با هم بشینیم با هم بنویسیم. با هم میشینن. دوباره مشکلات دیگه که میگم اصلا این دوتا با هم توی حالت نمیتونن بمونن، یا باید همش بازی کنن که حالا بازی بچه‌ها هم یه سری اختلاف و اینا داره، ولی اینکه فرباد قرار باشه مشقاشو بنویسه و فردا نگاه کنه هیچ وقت همچین اتفاقی نمیافته. واقعا میدون جنگ میشه تا این مشق تموم شه. حالا شاید واقعا الان برام چالشه که اینا رو بخوام هماهنگ کنم. حتی شب برای خوابیدن اصرار دارن که پیش هم بخوابن. من 2 تا دوشک انداختم اینا کنار هم باشن چون اتاقاشون فرق میکنه، ولی بعد یه مدت دیدم که فرباد ناراحت میشه که اول فرداد بخوابه بعد اون بخوابه، چون عادت دارن من برم پیششون. الان دوشک انداختم کنار هم با هم میخوابن. ولی اینکه هر دوتا با هم بخوابن اصلا یه پروسه وحشتناکیه و منم یه مامانی هم که 7 شب باید بچه هم بخوابن. 7 یه ذره زود نیست؟ خیلی زوده، ولی هر دوتاشون از اول این مدلی بودن. منم دامن زدم بهشا، ولی خودم هم تو خونه مامانم همیشه ما 7 هوا تاریک میشد میخوابیدیم. فردا کی بیدار میشه 8 فردا صبحش به موقع زود بلند نمیشه، میگه خستم نمیتونم برم. اینا عادت دارن به این حالت و همیشه هم 5 و 6 صبح بیدارن. از توی شکم هم که بودن این دوتا همین مدلی بودن. 6 صبح داشتن تکون میخوردن، 7 شب میخوابیدن. حالا شاید حس من اینجوری بوده، شاید به لحاظ علمی نمیدونم واقعیت نداشته باشه این قضیه. یه چیزی به ذهنم رسید که به حرفات اضافه کنم، چون اشاره کردی که الان توی دوره سیاهی از زندگیت هستی. به نظرم کلمه سیاه درست نیست. بله. یعنی خیلی سخته، خیلی بله. پر از دغدغه است، خیلی پر از ریزه‌کاریه. یک کنداکتور فشرده‌ای داری که تو 1 ساعتی نمیتونی جابجا کنی. بله. و خیلی قشنگه و واقعا ارزشمنده، خیلی خیلی ارزشمنده. من چون تجربهش نکردم نمیتونم بگم کاملا درکش میکنم، ولی این رو شنیدم که بعدن قشنگتر هم میشه. بعد اون موقع که میتونی پوزشو بدی و به خودت افتخار کنی، فکر میکنم این روزا خیلی تو ذهنت کم رنگ بشه. 3, 2, 1. یه سوالی که داشتم که کسی هست کمکت کنه تو این اوضاع و شرایط؟ آره مامانم واقعا همه روزایی که من میرم سر کار، چون من الان پارت تایم کار میکنم، روزایی که میرم سر کار، حتی شبایی که مثلا کار برام پیش میاد، شبا که معمولا پیش خب شوهرمن، ولی روزا مامانم میان پیششون. حالا یه چیزی این وسط بگم، مامان بزرگم همیشه میگن بهترین دوران زندگیت الانه، این دوران که بگذره بچه‌ها برن دلتنگ همین موقع میشی، واقعا همینه. ولی من همیشه میگفتم که ما یه پدر مادر پیریم، شاید بچه من 20 سالش بشه من یا پدرش نباشیم. دلم نمیخواد که تو این دنیا تنها باشه، چون بچهای تک فرزندو میبینم که بعضیاشون همیشه استرس نبودن پدر مادرشونو دارن. دلم نمیخواست اصلا بچم تنها بودن رو تجربه کنه. من و برادرم 10 سال فاصله سنی داریم. بچگی شاید زیاد با هم اوکی نبودیم، ولی الان همه پناه من برادرمه. اینکه اونو دارمش تو این دنیا با اینکه تو ایران نیست آخه، ولی برام خیلی عزیزه. برای هم هیچ وقت دوست نداشتم که بچه من این تنهایی رو تجربه کنه. دومی رو آوردم که اینا با هم اوکی باشن. ولی الان این که میبینم نمیتونن حالا شاید میگم موقت باشه، شاید 6 ماه اینجوری باشن، 1 سال اینجوری باشن، ولی الان من تو این شرایطم. این که میبینم الان شاید خیلی هم از نظر خودشون الان خیلی روزا دارن با هم بازی میکنن و میخندن، ولی من حتی اون 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت چالش اینا رو هم نمیتونم ببینم. میگم چرا یه دقیقه نمیشینن با هم بازی کنن؟ چرا میدونی اینقدر شیطنت های بزرگه در حد سن کوچیکه نیست که من یه سری اسباب بازی ها رو تو انباری قایم کردم که فقط بلایی سر یکیشون نیاد موقع بازی کردن. ماشینایی که هست که بچه کوچولوها میشینن روش پا میزنن، ماشین عادی کوچولوها، من اونا رو تو انباری قایم کردم، در صورتی که الان فرداد با اون خیلی میتونه کیف کنه. خب چرا اینو قایم کردی؟ فرباد کوچیکه که میشینه روش، بزرگه هولش میده اینو به هوای اینکه برن، تند میره از لبه تیزیای دیوارا که رد میشه و من همش دلم میریزه که الان اگه بخوره زمین سرش بخوره به این تیزیه.
برای همین چون نمیتونم اصلا این حجم از بازی و شیطونی اینا رو تحمل کنم، از فکر اینکه نکنه یه چیزی بشه، همه رو جمع کردم تو انباری. الان یه سری لگو دارن با ماشین کوچولو که باهاش بازی میکنن. تمام ماشین گنده ها تو انباریه. تمام ماشینایی که تیزی داره. ببین من هامون که کوچولو بود همیشه حس اینو داشتم که من با یک بمب ساعتی طرفم. همیشه حسم یک بمب ساعتی بود. فکر میکنم که تو همیشه حست اینه سوار ترن هوایی هستی. دقیقاً اینه هلن. اصلا نمیتونم یه لحظه آروم ببینم، همش باید حواسم باشه کسی چیزیش نشه. خب بعد کجا فرار میکنی؟ اون جایی که دیگه اصلا آخرشه و همه چی به هم ریخته و دیگه واقعا ظرفت پر شده و یک امکان فراری داری، کجا فرار میکنی؟ اینو توصیف کن چون قراره که بعدن اون جایی که فرار میکنی رو عکسشو برامون بفرستی و بتونیم به اشتراک بذاریم. الان تقریبا 3 ماه که 2 تا ورزش انتخاب کردم که یکیش از آرزوهای بچگیم بوده. وقتی میرم اونجا همیشه به خود استادم اونجا میگه با کوله باری از استرس میرم و واقعا موقعی میرم که دیگه میخوام سرمو بکوبم به دیوار. از شدت عصبانیت، خستگی، میخوای برم اصلا میخوام برم یه گوشه بمیرم دیگه، دور از جون، هیچکیو نبینم. یعنی اینجوری میرسم اونجا. میفهمم حالتو، میخندم، دلیل به این نیست آره. که آره یعنی با این حس میرم اونجا. و اکثر آدمایی که اونجا از من کوچیک‌ترن، شاید مثلا بعضی سانسا که برم 1 نفر هم سن و سال من باشه، ولی وقتی از اونجا میام بیرون انگار 8 سالمه. اینقدر حالم خوبه. نگفتی که فعالیتت اسمش چی بود؟ تیاریکس و اسکیت واقعا منو میبره به یه بچه 8 ساله وقتی میام بیرون. و یه توصیه‌ای به همه مامانا میکنم. من همیشه فکر میکردم من تو این سن دیگه نمیتونم یه ورزش اینجوری رو شروع کنم. فکر میکردم این احتیاج به تعادل زیاد داره. بعد از زایمان شما تعادل قبلی رو نداری، مخصوصا برای کسایی که زیاد اهل ورزش نیستن. همیشه فکر میکنی نمیتونی، میخوری زمین. ولی خب من ذاتاً شیطونم. انقدر خوب تو اسکیت پیشرفت کردم که خود مربیم بهم میگه تو سن و سال شما کسی اینجوری پیشرفت نمیکنه و فقط برای این بود که این هیجان و خشممو میتونم اونجا یه ذره تخلیه کنم. بعد به دوستاییم که معرفی کردم که دقیقاً اونا تو همین حال بچه داری بودن، اونا هم دارن میرن اسکیت، همین حالو دارن. و اصلاً ورزشی نیستش که سن و سال داشته باشه. تو هر سنی میتونین برین. واقعاً اگر موقعیتش نزدیک خونتون براتون هست امتحانش کنین. من حتی نرفتم کفششو بخرم. گفتم خب هزینه زیادی برام میشه، اگه نتونم، اگه برم ببینم نمیشه. اونجا کفش کرایه کردم 5 جلسه که رفتم و بعد دیدم اصلا من نمیتونم از این ورزش جداشم. اینقدر به من حس خوب میده. چقدر فرباد حالش خوبه وقتی من باهاش میرم اسکیت. یعنی یه کلاسی که 2 تاتون با هم شرکت میکنید؟ بله خیلی موقع با هم میریم ولی وسط هفته ها نه، آخر هفته با همیم. حتی حالا این اسکیت یه استریت استایل داره که بچه هایی که اونجا هستن، اون تیمی که اونجا مربی‌ها همه با هم تیمن و حالا بچه ها هم هر کدوم شاگردا هم بخوان میتونن باهاشون برن. اینا جمعه ها میرن دور دریاچه چیتگر استریت استایل، ولی خب مربی حواسش بهشون هست. من یه فانتزی که دارم همیشه به شوهرم میگم ما 2 تا پسر داریم که شاید خیلی شیطون باشن. این خیلی خوبه که تو هم بیا یاد بگیری. ما مثلا اینا 13 سالشون شد، 12 سالشون شد، بتونیم همه با هم جمعه ها روزای تعطیل بریم دور دریاچه یا حالا هر جا اسکیت بازی کنیم. بهتر از اینه که حالا هیچی بگو بریم یه جا بشینیم یه چیزی بخوریم بلند شیم. نه، بهتر از اینه که بچه‌مون از فکر این که یه مامان بابای خسته یه گوشه‌گیر بی تحرک بی هیجانه، چون پسرها دنبال هیجانن. یه مامان بابای به درد نخور، حالا به نسبت سن اینا، یه مامان بابای به درد نخور داره بخواد بره با دوستاش بازی کنش، ما یه کانون گرم بشیم که اینا بگن به دوستاشون هم آقا بیاین، ما یه تیم داریم که انقدر باحالن، انقدر شادن، بریم جمعه ها با هم بازی کنیم. من واقعا فانتزیم اینه و وقتی میرم خیلی از بچه‌ها میان به من، مثلا تو زمین بعضیاشون میان میگن که خاله شما چند سالتونه؟ بعد مثلا من میگم اینقدر. میرم به مامانشون میگن مامان ببین همسن توه ها، ولی داره میاد بازی میکنه. احساس میکنم که شاید یه وسیله‌ای باشه برای اینکه بتونم به پسرام وصل بشم و واقعا فرباد کیف میکنه. ما با هم اونجا مسابقه میذاریم، من بهش میگم
ببین من اینو میزنم تو هنوز نمیزنی، مثلا 2 جلسه که نمیاد بعدش میاد میگم ببین من از تو افتادم جلوتر. واقعا کیف میکنم با اسکیت و یه شانسی هم که آوردم یه جایی دارم میرم که یه مربی خیلی پر انرژی داره. این واقعا شانس زندگی من تو این 2-3 ماهه که یه ذره خشممو بتونم کنترل کنم، چون واقعا فشاری که الان رومه اصلا نمیتونم وصفش کنم، از حد توان من بیشتره. یعنی فکر من آدمی نیستم که حالا گریه زیاد میکنم، ولی اینکه تا بگن پخ مثلا مشکلت چیه بزنم زیر گریه که آقا خسته شدم. با مامانم تفلک حرف میزنم همش شاکیم که خسته شدم، یکی از اینا رو ببرین یه دقیقه نگهشون دارین، چون واقعا نگران جفتشونم با این وضعیت. چجوری صداشون میکنی پسرا رو؟ 2 تاشون رو با هم، تک تکشون رو جدا؟ بذار نگم چرا؟ چون الان خوب صدا نمیکنم. نه خب همون دارم نجاتشون میدم از خشم درونی. نه الان دارم مثلا میگم داد میزنم آقا مواظب باش نخوره اونجا، نیفتی، نرو بالا. مثلا فرداد همه صندلی‌ها رو میکشه میره بالا، اصلا از یه جاهایی میره بالا که خب وقتی میخوای با عشق صداشون کنی چجوری صداشون میکنی؟ چون خیلی مامان با احساسی هستی. من دوست ندارم کسایی که این قصه رو دارن میشنون این تصور اشتباه بهشون منتقل بشه، چون من حجم احساس تو رو میدونم، یعنی حجم اون عشق در مادر بودنت رو کاملا میدونم. یه ذره اونجوری نگاش کن. فربود مامان همیشه اینو میگم به فردادم اکثرا میگم نخود فرنگی چون واقعا شکل نخود فرنگیه، یه قلقلی کوچولوئه. الان داشتی تجربه اسکیتت رو میگفتی، دوچار یک عذاب وجدانی شدم برای اینکه محمد حسین و هامون با هم دیگه دوچرخه سواری میکنن و هامون این شانس رو داشتیم که چون محمد حسین دوچرخه سواری دوست داره و این تجربه کودکیش بود که یاد گرفته بود و کیفش رو چشیده بود، از حدود 2-3 سال پیش برای هامون دوچرخه گرفتیم و شروع کرد دوچرخه سواری کردن و چند بارم این تجربه 2 نفره با هم دوچرخه سواری کردن رو اینا با هم داشتن. بعد همیشه اینا این درخواسته از سمت اونا بود که خب تو هم بیا دوچرخه سواری کن، تو هم بیا که مثلا با هم دیگه باشیم. از شما چه پنهان که من دوچرخه سواری بلد نیستم. یا یک تصوری توی کودکیم دارم که من سوار شدم و زمین خوردم. حالا تجربه تو ذهنم اینجا متوقف شده، من نمیدونم من زمین خوردم بقیه‌اش یاد گرفتم یا من زمین خوردم و دیگه یاد نگرفتم. انقدرم شجاعتشو ندارم که خب یه دوچرخه تو پارکینگه و برم وردارم و یه دور بزنم ببینم خب ببین زمین میخوری یا نمیخوری، بالاخره تکلیفت مشخص بشه. الان که تجربه اسکیت رو گفتی، چون من تجربه اسکیت سواری رو موقعی که راهنمایی بودم داشتم، دارم فکر میکنم که از زمین خوردنش نترسم. آره. و اینو تجربهش کنم به عنوان یک تجربه خانوادگی، چون زمین خوردن با اسکیت دردناکتره تا با دوچرخه. نه جفتش بده. جفتش بده ولی خب میگم یعنی تو که اونو تجربه کردی آخه اون یادم نیست الان چی بوده. اصلا فکر نکن، یعنی مطمئن باش قطعا میخوری زمین ولی مطمئن باش میتونی. شاید یه موقع ها ترس از اینه که من نمیتونم، من اگه بخورم زمین بقیه چی فکر میکنن، این با این سن و سال اومده داره این کارو میکنه. اینو ندارم خیلی راستش ندارم. آیا لالایی میخونی برای پسرا؟ آیا که قطعا میخونی؟ خیلی زمان فربود خیلی میخوندم و اصلا فربود هنوز وقتی که براش اونو میخونم یه آهنگی بود میگفت دو چش داری مثل آهو. بخون وای نه من اصلا صدای خوبی ندارم. با هر لحنی که دوست داری بگوش. دو چش داری مثل آهو، دو لب داری مثل هلو، موها ابریشم نرمه، دل مادر به تو گرمه. هنوز اینو واسه فرباد وقتی که میخونم میاد تو بغلم. میگم فرباد خیلی لمسیه. من انقدر حسای خوبی از مادری کردن برای فرباد گرفتم که دلم میخواست که دومیو بیارم. و زیر 5 سالگی فرباد همه چیزی که به من میگن اینه که تو اصلا بچه داری نکردی. اینقدر که فرباد میگم خیلی حسای خوبی به من داد. من لحظه به لحظه فربادو باهاش زندگی کردم. نمیدونم چطوری بهت بگم، خیلی خودخواسته از خیلی از چیزام میزدم برای اینکه فربادو داشته باشم، باهاش باشم. حتی شاید گاهی اوقات اعتراض میگرفتم از بعضی آدما که همش حواست به اینه، ولی دوست داشتم. اینقدر که بچه مهربون لطیف
نمیدونم چی بگم ازش، هرچی حس خوب مادرانه است واقعا به من داد. یه تجربه خیلی خوب بود. تو به عنوان مامان فربد و فرداد چی بهشون میدی که هر کی جای تو بود نمیتونست اینو بهشون بده از جنس مادر بودنت؟ ممکنه رفتار باشه، ممکنه ویژگی شخصیتی باشه. احساس میکنم که میشه قبلش یه چیزی رو من بگم؟ آره. چون من میدونم که خیلی وقتا، یعنی از خودت شنیدم که خب فربد خیلی بلد بود که شعر بخونه، شعرهای پروین اعتصامی رو خیلی قشنگ میخوند، حتی یه بار وایسش چند سال پیش بر من فرستادی. بعد همون موقع من گوشه ذهنم بود که هر کسی به جز حوریه اگر مامان فربد بود هیچ وقت فربد این تجربه رو نمیتونست تجربه کنه. منظورم یه همچین مثالی. ببین به لحاظ کارهای عملی اینه که شاید حالا همینی که میگی، من کلا خیلی اهل شعر و شاعری بودم و همیشه از آدمایی که وقتی صحبت میکنن برای مثال زدن یا اینکه اون موقعیت رو بخوان توصیف کنن یه بیت شعر میخونن خوشم میومده. دوست داشتم که همیشه پسرم جز این تیپ آدما باشه. بعد شعرهای پروین اعتصامی رو معمولا خیلی دوست داشتم چون به صورت گفتمان اکثرن، پرسش و پاسخه یا دو تا آدم دارن با هم یه صحبت میکنن، عدس و نخود و لوبیا و اینا با هم حرف میزنن. برای همین به نظرم این شعرها خیلی نزدیک به واقعیت بود که اون آدم وقتی داره یه جا توی جلسه‌ای، توی نشست فامیلی، هر جا میخواد صحبت بکنه، فربد بتونه از یکی از اون شعرهایی که داره استفاده بکنه. و برای یه بچه‌ای که 3-4 ساله بود و تازه به زبون افتاده بود این راحت تر بود حفظ کردن اینا، با توجه به اینکه حتی فربد اونا رو هم سخت میگفت، مثلا در دیار خیش رو میگفت در خیار کیش. خیلی اوایل سخت حفظ میکرد ولی خودش انقدر دوست داشت که خود بار اولی که حفظ کردیم کتابای پروین اعتصامی شبا می آورد میگفت مامان بگو برام. خب منم که کلا سرم درد میکنه واسه شعر خوندن و همیشه زیر کتابای درسیم یه کتاب شعر بود. از این لحاظ شاید یه مامانی باشم که فرق بکنه با بقیه چون خیلی احساسیم تو این چیزا. از یه لحاظ دیگه خیلی آدم هیجانی، بیش فعال، یه جا بشین نیستم. برای همین خیلی مامانا که خانومن یه گوشه میشینن. دقیقا من باید پسر داشته باشم و الان خدا بهم 2 تا پسر داده، حالا امیدوارم آخرش رو سفید باشم، ولی احساس میکنم که میتونم یه مامانی باشم که پا به پاشون شیطونی کنم. مثلا شوهرم اینطوری نیست، اون یه ذره آرومتر از منه. مثلا یه موقع یه جوری مثلا چیز میشه که احساس میکنم یه ذره از سن و سالت خجالت بکش مثلا این کارا رو میکنی، ولی من واقعا یه همچین آدمی ام که اصلا سن و سالمو نمیفهمم. انقدر قشنگ این حس شعر رو توصیف کردی اصلا دلم میخواست که الان شعر بخونی. شعر فربادو بخونم؟ آره. اولین شعری که حفظ کردم. حتما. عدسی وقت پختن از ماشی روی پیچید و گفت این چه کسی است. ماش خندید و گفت قره مشو زان که چون من فزون و چون تو بسی است. هر چرا میپزند خواهد پخت چه تفاوت که ماش یا عدسی است. جز تو در دیگ هر چه ریختند تو گمان میکنی که خار و خسی است. زحمت من برای مقصودی است جست و خیز تو بهر ملتمسی است. کارگر هر که هست محترم است هر کسی در دیار خیش کسی است. موسیقی هست که با همدیگه گوش کنید، تو با بچه ها بخونی، با همدیگه گوش کنید، با همدیگه زمزمه کنید. خیلی فرباد اهل آهنگای خیلی دوبسی و هیجان انگیزه. گاهی اوقات با اینا با هم میرقصیم، ولی چیزی که با هم بخونیم معمولاً آهنگای سیاوش قمیشیه که کدومش؟ من میخونم. من همه آهنگاشو دوست دارم و اونایی که داره قربون صدقه یکی میره همیشه من دارم میخونم، هی به فرباد میزنم فرباد با تو، اما این برای توه ها. یکیشو بگو. توی تا که قد کشیده پا گرفتی روی سینم واسه پا گرفتن تو عمریه که من زمینم. راز قد کشیدنت رو عمریه دارم میبینم، داری میرسی
ولی من بازم همینم. میزنن چوب زیر ساقم واسه لحظه های این نکته هم آخر بگم که البته اگه آخر گفتگومون باشه، ما توی گفتن تجربیاتمون و سهیم شدنش با هم و گفتن قصه مادر بودنمون نمیخوایم بگیم خوبیم، نمیخوایم بگیم بدیم. دقیقاً. من فکر میکنم ما فقط خود واقعیمون رو میگیم. دقیقاً. ما واقعیتمون اینه، با همه اون حسایی که یه جاهایی مثبته، یه جاهایی منفیه، یه جاهایی حالمون رو خوب میکنه، یه جاهایی حالمون رو بد میکنه. یعنی اصلا رسالت این پادکست اینه که این تجربه رو بتونیم منتقل کنیم که دقیقاً. همش طبیعیه. و اینکه هلن شاید خیلی از آدمایی حساشون رو به زبون نیارن. حالا تو داری از فاز این میبینی که مادرایی که اینو میشنون بدونن که این حسای منفی و همه ما تجربه میکنیم تو دوران مادری، بسته به نوع فرزندی که داریم، بسته به شرایط زندگیمون ممکنه کم و زیاد باشه، ولی برای هممون این حسا پیش میاد. ولی من به این فکر میکنم که یه روزی بچه‌هام هم اینو میشنون، با وجود اینکه هر دوتاشون رو از همه دنیا بیشتر دوست دارم. میفهمم. واقعا فقط میخوام بدونن که تو هر شرایطی خوب باشن، بد باشن، هر چی که باشه، من همون اندازه‌ای که روز اول دوستشون داشتم دوستشون دارم. اصلا بستگی به این نداره که اونا قراره چه آدمی بشن. ولی اگه یه روزی اینا رو شنیدن، این دوست ندارم که فکر کنن که او مثلا یه مامان بد اخلاق بوده، فلان بوده. واقعا الان که داریم با هم صحبت میکنیم، من توی یه دوره سخت بچه داریمم. شاید الان که دارم اینو میگم علتش این باشه که از صحبتهای من این برداشت بشه، ولی واقعا اینطور نیست. خیلی موقعهای شیرین، خیلی موقعهای خوبی هم با هم داشتیم. حالا فرباد و فرداد هر وقت که اینو شنیدن خودشون میتونن به این برسن که من چی بودم، خوب یا بدش رو اونا قضاوت میکنن. و قطعاً هم هیچ وقت کامل نیستیم. نه نیستیم. و بچه منم قطعاً برای بچه خودش ممکنه خیلی جاها به یه چالشی برسه که ببینه این همونی بوده که تو بچگی من اتفاق افتاده. و من به عنوان مادر واقعاً فقط دوست دارم که بچه‌م بدونه من تمام توانمو گذاشتم. من دوست دارم که 2 بار ازت تشکر کنم. عزیزم. یعنی 3 بار. عزیزتم. یه بارش به خاطر این همه سال ندیدنه که واقعاً اومدی و دیدیم همو. یه بارش به خاطر این همه مشغله و شلوغیه که واقعاً وقت گذاشتی. یه بارش به خاطر که این ویژه تر از همه است، به خاطر شجاعتته و صداقتته که خیلی ارزشمنده، که اون حس واقعی تو این روزایی که خیلی برات سخته، خیلی برنامه‌ات فشرده است، ولی بدون سانسور اینا رو گفتی و هیچی ارزشمندتر از این نیست. خیلی ارزشمنده و من خیلی ازت ممنونم عزیزم. خیلی. حتی اگه 10 سالم هم دیگر رو نبینیم، جز آدمای ناب زندگیمی که واقعا اصلا نمیدونم چی شد من و تو همدیگر رو پیدا کردیم، چی شد با هم آشنا شدیم از یک برنامه دقیقاً علمی رادیو جوان. دقیقاً. بعد شرایط زندگیمون شبیه هم شد. آره. واقعا بعضی آدما رو شاید هر روز ببینی ولی دلاتون با هم نباشه. تو جز آدمایی بودی که میگم آدمای نابی که همیشه دلم باهات بوده. اگه باهات حرف زدم بی پرده برات حرف زدم. حتی امروز داشتیم قبل برنامه با هم صحبت میکردیم، بهت گفتم هم از اون ته احساسم که تا حالا جرئت نکرده بودم حتی برای صمیمی‌ترین دوستم مثلا بگم که این حس منفی‌ام دارم برات گفتم. و امیدوارم که همه این سختیایی که هر کدوممون ممکنه تجربه بکنیم، حسای منفی و خوبی که قراره تجربه بکنیم، فقط عاقبت بچه‌هامون به خیر باشه. خوب و بدش، نابغه شدنش، نمیدونم اول شدن دوم شدنش، اینا اصلا مهم نیست. فقط خدا آخر سر عاقبتشون رو به خیر کنه. قصه مامان بودن من و تو همچنان ادامه داره و ما توی قسمت بعدی قراره قصه مامان بودن مامان بعدی رو بشنویم.